مسح بر موزه ها. در امتداد قرنهای متوالی عربها به مسافرتهای دور و درازی اقدام می کردند که به سفرهای زمستانی و تابستانی به سوی یمن و شام شهرت یافته بود. آنها در این سفر جوراب و خف یا موزه مانند حالت اقامتشان به پا می کردند و موزه آن چیزی است که از چرم بوده به پا می پوشانند و جوراب در عادت از پنبه و مانند آن می باشد. در دین اسلام مسح بر موزه ها و جوراب ها را جایز دانسته به دلیل آنچه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده که از وی در مورد مسح بر موزه ها پرسیده شد که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آنها مسح می‌کردند، به اتفاق بخاری و مسلم. این مسح دارای شرط‌هایی است که بر لزوم پوشیدن موزه ها و جوراب ها پس از وضوء کامل مجسم می شود. از مغیره رضی الله عنه روایت شده که فرمود در سفری با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همراه بودم، خواستم موزه ها را از پاهایش بیرون کنم، فرمودند بگذار، من آنها را با وضو داخل کرده ام. پس بر آنها مسح کردند، به اتفاق بخاری و مسلم. همچنین شرط است که باید موزه ها قوزق پا را بپوشاند و باید موزه ها از چیز پاک و در عین حال از مباحات باشد، یعنی از اشیایی که استعمالش برای مردان حرام است مانند ابریشم نباشد. همچنین شرط است که مسح باید در طهارت از حدث کوچک باشد، نه حدث بزرگ. از صفوان ابن عسال روایت شده است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که در سفر بودیم امر می کردند تا بر موزه های خود مسح کنیم و آنها را از بیوضو شدن به علت ادرار و مدفوع و خواب از پا نکشیم مگر اینکه جنابت رخ داده باشد، به روایت بخاری. شرطهای یاد شده مرتبط است به مدت معینی، یعنی 1 شب و روز برای مقیم و 3 شب و روز برای مسافر. چنانچه علی رضی الله عنه می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 شب و روز برای مسافر و 1 شب و روز برای مقیم مدت مسح را تعیین کردند، به روایت نسائی. آغاز مدت از هنگام نخستین مسح بعد از حدث است، زمانی که جوراب ها پس از طهارت پوشیده شد. بعد از آن برایش حدث یعنی بیوضویی رخ داد و متعاقب آن برای نخستین بار مسح کرد. از ابتدای همین مسح به مدت 1 شب و روز یعنی 24 ساعت مدت مسح حساب می شود. با 2 دست خود که با آب تر شده باشد مسح را بر روی موزه ها از انگشتان آغاز می کند و به سوی ساق پا می کشد. با دست راست پای راست را مسح و با دست چپ پای چپ را مسح می کند. بنابراین کف موزه و عقب موزه را مسح نمی کند، به دلیل فرموده علی رضی الله عنه که فرمود اگر دین بر پایه فکر و نظر بود مسح کردن بر کف موزه بهتر از مسح بر روی موزه بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که بر روی موزه هایشان مسح می کردند. با از پا کشیدن موزه و جوراب اگر از 1 پا نیز باشد مسح او باطل می شود، ولی اگر از جوراب کسی بوی بدی برخاست باید آن را از پا بیرون کرده بشوید و پاهایش را نیز پاک کند تا باعث اذیت برادران مسلمانش نشود. مسح کردن بر جبیره و اصابع و برچسب‌ها. همانطوری که شریعت اسلام مسح را بر موزه ها و جوراب ها مشروع نموده، مسح بر جبیره و اصابع و برچسب‌ها را نیز مشروع گردانیده است. و جبیره آنچه که از گچ و یا تخته ها و مانند آن بر موضع شکسته بسته می شود را گویند و اما اصابع آنچه را گویند که بر موضع زخم یا سوخته برای درمان پیچانده می شود، چه پارچه باشد یا مانند آن. و کلمه برچسب به آنچه که برای درمان بر زخم و مانند آن چسبانیده می شود اطلاق می گردد. بر همه آنها مسح کردن جواز دارد و دلیلش حدیث جابر رضی الله عنه است که فرمود برای سفر خارج شدیم، مردی از میان ما سنگی به سرش اصابت نموده زخم برداشت. پس از آن احتلام شد و از همراهانش پرسید
آیا برایم رخصتی برای تیمم کردن میبینید؟ گفتند برایت رخصتی نمیبینیم، در حالی که تو توانایی استعمال آب را داری. پس غسل کرد و سپس وفات نمود. هنگامی که نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمدیم، از موضوع باخبر شدند و فرمودند او را کشتند، خدا بکشدشان. اگر نمیدانستند باید میپرسیدند، زیرا سوال کردن شفای بیمار است. برایش تیمم کافی بود و یا بر زخم پارچه میگذاشت. پس از آن مسح میکرد بالای آن و سایر بدنش را میشست، به روایت ابو داود. برای گذاشتن جبیره و اصابه بالای زخم داشتن وضو شرط نیست. همچنین برای مسح بر آن مدتی شرط نمی باشد تا زمانی که به وجود اصابه و جبیره نیاز باشد، ولی بایست مسح از موضع جبیره بیشتر تجاوز نکند و هرگاه وضو کننده به عضوی که جبیره یا اصابه وجود دارد برسد، ماحول آنها را بشوید و بر آنها از هر سویش مسح کند. اگر برخی از این جبیره و یا اصابه از اعضای وضو که شستنش واجب است نباشد، در این حالت نیازی به مسح نیست.